روزی گذشته در انا همین سایت یوتیوبم یک نوار ماندم زنهایی که در خانه نشسته با کمپانی فبرلیک به کار دعوت میکنم گفته یک چند سخنها گفتم، یعنی که سخنهایی که کاری و باور کنین من نمیدونم مرد بودن زن بودن همین خیلی که در کامنتاریا همه سخنشون با بیوه سر می شود. بیوه حرام، کارت حرام، خودت حرام. فخر میکنم امروز که خدا را شکر میکنم که همه ارسا زبان تاجیکی را نمیدونن. اگرنه که در بالامون توف میکنن. قریب 70% زنها در روسیه زندگی میکنن. 100 آفرین همه اگرنه ارسا که ما را طاقت میکنن. این قدر بخیلی، این قدر دلسیاهی من نمیدونم ای کجا ایده شما که در این کامنتاری ها می نویسین. من محقول نیستم، نواری من محقول نیست. این همی خیلی سنی بالا میرم، محقولی دل تا تماشا کن. من زنهایی که مثل من در اول عذاب داشتن و تا حال عذاب دارن، انا خیلی زنها را به کمانده خودم دعوت کردم. شما زنهای بیکارچی نه، مردهای بیکارچی را نه. هر یک سخنهای نویستگیتونه به الله سپاریدم. الله یکتا و یگانه خودش جزای شما بر این شخص را بده. مزیق نمیشم. خواه اگر از همه طرفه تلاش کنید برای که ای زندگی سخت من خودم تنها برآمدم. تنها تکیه به الله کرده. یگان تا شما مده نه نان دادگین، نه مرا نگاه کردگین، نه یک روز آمده از تگی مشت و وقتی شوهری من مرا خلاص کردگین. برای همین خواه انمی قدری هم بنویسین باور کنین که پرواتون ندارم. خودتونه غم نتین. کدام یک پرابلم داری میخواهی در سوال ها جواب گیری در کامنتاری انا نویس. من رقم ها من روی اکران میگذارم. در واتساپ مراجعت کن. در همه سوالاتون جواب میتیم. و زنهایی که تا حال فکر دارن فکر نکنین. داشته باشی هم میگن، نداشته باشی هم میگن. وقتی که در تنم یک لباس چیرکین بزو گوسپندا را نگاه میکردم میگفتن پادوانی بوگین صاحب نداری که صاحبات صاحبت شوند. امروز که خداوند انمی خیلی دولت داد، مهنت کردم، بیاردم یگام کس به همین روزا رسیدم، با امروز بیوه مست شده میگن. برای همین با شخصانی که از هر طرف شما را سنگ میزنن، اپا و خواهرایی که امروز میخواین کار کنین، ای همین خیلی شخصا میترسین. با فکری خطان کار کنین، با دلی خطان کار کنین. یگام خواه ردنای هم باشه در روز سختی دستگیریت نمیکنه.